تنها آدم دنیا که جلوی خشکسالی وایساد. ایشون بیابونهای آفریقا رو سیراب کرد. کاری کرد که بزرگترین پروژه آبرسانی جهان که همه میگفتن غیر ممکنه رو ممکن کنه و بقیه کشورهای خشکم جرأت پیدا کنه. معمر قذافی، همون دیکتاتور معروف لیبی که سرنگون شد، برای تامین آب شرب مردمش دست به دیوانه کننده ترین ابتکار دنیا زد. میگن حین کشف مخازن نفت توی لیبی دانشمندان به یه منبع بزرگ آب زیرزمینی میرسن که قدمتی چندین میلیون ساله داشته. اون زمان مردم لیبی داشتن از شدت بی‌آبی به جون هم میافتادن و رسوندن این آب بهشون برد بزرگی حساب میشد. قذافی با کمک مهندسین کره جنوبی 1300 چاه 500 متری برای استخراج این آب گوارا حفر کرد و در فاز اول با خط لوله 1600 کیلومتری اونو به بخشی از لیبی رسوند و در ادامه با خط لوله های حدود 4000 کیلومتری این آب رو تقریباً برای 80% مردم کشورش فراهم کرد. قذافی علاوه بر مردم واسه 155,000 هکتار زمین کشاورزی هم آب تامین کرد و کل این پروژه فقط 25 میلیارد دلار خرج گرفت که قذافی اونو از پول فروش نفت پرداخت کرد. اما قسمت جالب ماجرا برنامه‌ریزی، دقت و البته وسایل و امکاناتی بود که در ساخت چنین پروژه‌ای کمک کرد. قذافی واسه اجرای اون از لوله‌های مختلف با کیفیت‌های مختلف کلی کامیون‌های مان با قدرت بالا و مهندسین کره جنوبی بهره برد. به قدر این پروژه بی‌نقصه که اگه 4600 سال مردم لیبی مدام از این آب استفاده کنن تموم نمیشه. میخوام بگم که هیچ کاری نشد نداره، فقط باید آدمش بیاد سر اون کار.